سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به کارت جوکر یا همون دلقک باهاتون صحبت بکنم. کارت جوکر یک از کارت های پاسور هست که توی بعضی از بازی های پاسور به کار میره. توی هر دسته ورق معمولاً 2 عدد جوکر وجود داره. همونطور که میبینین یکیش به رنگ قرمز هست و یکی به رنگ مشکی. توی خلق این اثر از رقصنده های دوران قاجار الهام گرفته شده و رنگ لباس با توجه به کارت اصلی جوکر به رنگ قرمز هست و تزئینات زیاد لباس با دوران قاجار هماهنگی زیادی داره. چهره دلقک یا همون رقصنده به شکل شخصیت جوکر طراحی شده و توی یکی از دستانش کارت های آس رو میبینین و در دست دیگرش هم توپ معروف دلقک وجود داره. انتخاب نوع و رنگ کلاه و موی دلقک کاملا با دلقک های معروف هماهنگی داره.